اصلا برادر عزیز، اگر ما نظر کنیم تعلیمات های پیامبر صلی الله علیه و سلم را، اصحاب اون را، فقهای امت را در هیچ جا نمی بینیم که یکی از اونها گفته باشد که اگر چیزی شما گم شود یا حاجتی پیدا کنید شما کرخط بزنید. شما توصیه و راه پیامبر صلی الله علیه و سلم را بگیرید که حضرت نماز می‌خواندند و از بندگانش نه از خالق مسئلت میکردن، از خدا طلب میکردن. بسم الله الرحمن الرحیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادری سوال کرده است که حکم کرخط در اسلام آیا جایز هست یا اینکه خیر؟ اصلا برادر عزیز، اگر ما نظر کنیم تعلیمات های پیامبر صلی الله علیه و سلم را، اصحاب اون را، فقهای امت را در هیچ جا نمی بینیم که یکی از اونها گفته باشد که اگر چیزی شما گم شود یا حاجتی پیدا کنید شما کرخط بزنید. این چیزها را ما برادر عزیز نمی بینیم. بالعکس در روایت ها آمده است از حضرت عبدالله ابن عمر که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگفتند من ضاع له شیئا فلیتوضأ ولیصلی رکعتین ولیتشهد ولیقول بسم الله هادی الضلال وراد الضلاله اردد علی ضالتی بعزتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك. یعنی با این معنا که اگر یک کس چیزیش گم بکند پس طهارت گیرد، نماز بخواند و این دعا را بکند که پروردگاری آن چیزی که من گم کردم و اون فضل تو بود و اون نعمتی تو بود، خداوندا اون را برای من باز بگردان. و خود حضرت عبدالله ابن عمر میگه چیزی را اگر گم میکرد اولین یعنی نماز میخواندن و دعا میکردن، از خداوند التجا میکردن و اون چیزشان از خدا مدد میکردن، طلب میکردن. خب همچنین در حدیث میاد که برادری عزیز که میگه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه. این حدیث در ابو داود و همچنین در ترمذی میگذرد از حضرت حذیفه رضی الله عنه روایت است. اگر چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را پریشان میکرد، غمگین میکرد، خب شتاب با سوی نماز میکردن، نماز میخواندن، از خداوند طلب میکردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در حدیث دیگر که من كانت له حاجة الى الله او الى احد من خلقه فليتوضأ وليصلي ركعتين ثم ليقول لا اله الا الله الحلیم الكریم سبحان الله رب العرش العظیم الى آخر الدعاء. اگر کدام یک حاجتی داشته باشد به الله یا یک کاری داشته باشد نزد یک بندگان خدا، پس چیکار کرد؟ طهارت گیرد، نماز خواند، نماز حاجت یعنی 2 رکعت و این دعای دراز را بخواند و از الله طلب کند. یعنی برادری عزیز نظر کنین که پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا میکردن، نماز میخواندن. در یکم جا این کلمت کرخط و دیگر نآمده است. به این خاطر هر یک مشکلی که داری برادری عزیز، چیزی تا گم کرده، خب کارت خوب نیست، غمگینی و دیگر مشکلات داری، دیگر هیچ نزد مخلوقان ندو، نزد بگیم کرخط و نزد فالبین و نزد دیگرش نرو. خب به خدا توکل بکن، به الله توکل بکن، حسبی الله و نعم الوکیل بگو، بسنده هست برای من الله و اون چیزی تو انشاءالله در اون خیر باشد اون باز میگرداند برای تو میتد. به می خاطر از این چیزها شما اگر بعضی برادرها اگر قدر اخلاص دارن بر همین خواب کرخط و دیگر چیز، اگر همین اخلاص داشته باشن به خداوند، همین قدر اگر اخلاص داشته باشن در دعای میکنن باور کن اولیا میشوند. به همین خاطر برادر عزیز شما توصیه و راه پیامبر صلی الله علیه و سلم را بگیرید که حضرت نماز میخواندن و از بندگانش نه از خالق
مسئلت میکردن، از خدا طلب میکردن. شما را نماز بخونید، انشاءالله الله برای شما باز میگرداند. خداوند خیرتون بده.